چند وقت میشه که ازش نجات یافتیم. لطفاً این دختر باز بلای جان ما نساز. لطفاً خدایا. آی دیگه اجازه نمیدم که زندگی ما رو تباه بسازن. خاله پس شو، من میخوایم پیش یوسف برم. دخترم لطفاً آهسته گپ بزن. همین لحظه تمامه. موضوع را برم دانه دانه قصه میکنی، فهمیدی؟ درست از خاله قصه میکنم، اما حال بان که من برم. دختر عقلت به کار بنداز. انسان قسم دنبال اجل خود میگرده. عجل چی خاله؟ من پیش یوسف میرم. پس شو. هوا احمق نشو. بیبی یه امیدی شیطان صفت. به خاطر که تو را از سر راش برداره چی کارایی که در حقت نکرد دخترم. حالا که در مقابل ظاهر شوی ای دروغ به حقیقت ما بدل میکنه. بیبی من یک بار به اندازه کافی با غمهایت سوختم دخترم. قلب ما آتش گرفت. هر لحظه که نفس میکشیدم به خود لعنت میفرستادم. با هر طلوع خورشید میگفتم کاش به جای تو مسیر خاک دفن میبودم. بله از خدایی درده به من دوباره نته هوا جان. لطفاً هوا، لطفاً چی میشه؟ درست است. اظهارات داده؟ نه میفهمم. تازه به حوزه بردنش. فکر نکنم اینقدر زود ازش بازجویی کنن. بفرمایید نمیده خانم. شما کجاستی؟ مطابق امر شما به مزرعه آوردمش. خوب است. گوش کو که از پیش چشمت دور نشه. تا وقت آمدن من ازش تحقیقات کن. پرسان کو که او دختره در کجا پنهان کرده. بچه‌شم خانم، هیچ تشویش نکنین. متوجهش میباشم. درست است. وای ای چه قسم وجدان است. اگه خوب شدن تا پنهان نمیکردی فریب نمیدادیشان باز حال گلم تا جمع کرده بودن. به خدا هیچ نمیفهمم. اما امشب میخواستن مرا به امریکا ببرن. دزم به تعقیب ما یک نفر دیگرم گماشته بودن. لعنت به ای شیطان. حال از گذشته کده زیادتر متوجهت است چون از تو ترسیده. اگر عقل داشته باشه بعد از این باید هم از من بترسه. جواب تمام کارش را دانه دانه برش میتم. دانه دانه. کارای او حمیدی شیطان خو حتی از تصور انسانم دور از دختره. اما پدرتم از او هیچ کمی نداره. او چه قسم یک پدر است؟ ها؟
نمیفهمم او پدرت است یا دشمن جانت است. با کلمات را مرده ثابت کرد. حتی پروای خواهر و مادرت هم نکرد. در حقت بسیار ظلم کرد. این دو نفر در دنیا چی جواب میتن؟ ها؟ چطور در مقابل محکمه الهی ایستاد خود شدن؟ خاله اونا در قصه هیچ چیز نیستن، هیچ چیز. نه حمیده و نه پدرم درباره هیچ کس فکر نمیکنن. دگرها را خوبان کسی با دختر خودی کار میکنه. وجدان او یک بار برش نگفته که ای دخترت است. اما ای بازی دیگه تمام شده. معال کل چیز به یوسف میگم. آرام باش هوا. هوا چی؟ هوا فکرت خوب جمع کن. تو تا پل سارات رسیدی اما هنوزم چشمایت گور از دختره. تو میخوای چی بگویی؟ تو چرا نمیمانی؟ من بالا برم واضح برم بگو. تو فکر میکنی یوسف مثل تو هنوزم عاشق است؟ اما این قسم نیست. یوسف انتخاب خود کرده. همراه باده عروسی کرد و تو را از قلب خود کاملا بیرون کرد. تشویش نکن. وقت خبر مرگت شنید هیچ جگرخون نشد. از این فرصت بسیار خوب استفاده کرد. دروغ است. نه خیر. دروغ است. نه خیر. دروغ نیست. چون یوسف با در دوست داشت همراهش عروسی کرد. خدا لعنتت کنه. من خود جایی ندارم. کجا برم؟ امکان نداره. نه خیر خاله، امکان نداره. امکان نداره. امکان نداره. امکان نداره. من اون روز در اونجا بودم. طرف چشمایش دیدم. برش گفتم این کار نکن. اما این کار کرد اما تو نیست؟ بله کرد. او کار کرد اما فقط به خاطری که سر من قهر بود. به خاطر زد خود کرد. به ما کرد. به خودش کرد. به ما کرد. تا به تمام دنیا ثابت کنه که یه عشق دیگه نابود شده. من میفهمم که او مرا چقدر دوست داره. میفهمم. او عشق در گذشته بود هوا. خاله او باید بفهمه که من زنده هستم. میخوایم بفهمه که من زنده هستم. اگه او بادر دمو لحظه طلاق نداد باز نام من هوا نیست. هیچ چیزی تغییر نمیکنه. انسانی که از مرگت هیچ متاثر نشد چطور امکان داره تغییر کنه؟ ها؟ به خاطرت حتی یک قطره اشکم نریخت. اشک ریخته اما تو ندیدی. اجازه نداده که هیچ کس ببینه. چون دستمی خاطر او را با من میزد. چون دیوانه شده بود. فقط میخوایم او را ببینم. یک بار بشوری چشمایش استاد چه و ببین امروز که من زنده هستم و نفس میکشم به خاطر عشق او است. فقط به خاطر او است. نکن خاله. این خیالات از هوا. رویای ناقص. اما حقیقت چیز دیگه است. یوسف خانم خدا دوست داره. تو چرا همراه من این کارم میکنی ها؟
چرا من هی قصه مجازات میکنی؟ چرا برام دروغ میگی؟ تو میفهمی که رابطه باده و یوسف چقدر پیش رفته؟ هوا دخترم، هوا چشمایت باز کن لطفا دخترم. هوا چشمایت باز کن. هوا خاله درست است. همیاله میرم. صبر کن دخترم. صبر کن. یوسف ای را ببینن. شناسنامه تقلبی جور کرده. ای به ایمان است که کسی حمایتش میکنه. در حالی که تحت تعقیب است ای امر به تنهایی انجام دادن نمیتونه. قوارش بیبی میخواسته فرار کنه، همه نیست. ما قسم فکر میکردیم اما نه پاسپورتش پیدا کردیم نه تیکتش. در هیچ کدام میدان هوایی به نامش تیکت ثبت نشده. پس در میدان هوایی چی کار داشته؟ ما هم نمیفهم محمد خان. معلوم شد کی گزارش داده؟ یک خانم، اما پیش از اینکه خودم معرفی کنه تلفن قطع کرد. خب عامل صاحب در رابطه با قضیه مزرعه او لعنتی چیز نگفته؟ هنوز اظهاراتش نگرفتیم الماس خان. یه خواهی گپ واضح است کاکا جان. از جرم خود انکار میکنه، اما مجرم است دیگه. عامر صاحب اگه اجازه تان باشه میخوایم همراهش گپ بزنم. چی ضرور از بچه کاکا نا قصابت خراب نسازمان صرف شو. محمد او بالای من شلیک کرد. بان که بفهمی کارش به خاطر چی بود. پس درست از ما هم رایت میگم. میخوایم با تنهایی گپ بزنم. یوسف خان راهنمایی کنین. بسیار خسته شدم، بیرون میرم. بنش ها خوب شدی؟ داره در حالت دیده نمیتونم. روشنی چشمای محزم گرفتن. هیچ توان برم باقی نماندن، اما تو را ببیده فکر چی هستی؟ خاله قربانت جو، من باید یوسف ببینم. دیگه قسم خوب شده نمیتونم. گوش کن اگه نمیخوای کمکم کنی برم بگو، اما مانع امام نشو لطفا. درست است بیبی. یوسف میبینی، اما اول باید صحتت خوب شه و اگه یک قسم پیشش بری دمونجا ضعف میکنی دختریم. حالا دیگه حال غذایت بخو. با دوستای خود آماده کردیم، همون غذایی را که دوست داری آماده کردیم. میفهمی هوا وقتی را آماده میکردم دلم میخواست که پیشم باشی، یک بار مزه زیره بچشی. بیبی خداوند تو هرزوی و برآورده ساخت. حالا دیگه بخو که حتما بسیار گشنه هستی. دواعل ما مثل تو فکر میکردم، یعنی میگفتم امکان نداره که یوسف طرف کسی دیگه سل کنه، ناممکن است. میگفتم کسی را به جای تو قرار داده نمیتونه. فکر میکردم حتی به خاطر تو با در طلاق میته، اما قسم نشد دختریم. به جنازه تام نامد، اما برعکس همراهی دختر به ما اثر رفت. نه خیر خاله، امکان نداره. حتما باده خواستم. همراه حمیده یک جای شده کدام نقشه جور کردن. اگر نه یوسف هیچ وقت نمیره. یوسف نمیره، خودتون میفهمی. درست است. ما خود تمام گپا را برات گفتم، دلت باور میکنی یا نمیکنی؟
کاش می بودی خانم بادره بعد از ماه اصل می دیدی که چه قسم تغییر کرده بود. عروس خانجی اغلوها شده بود دیگه. شاید بگو که قدر جرأت از کجا پیدا کرده، اما در هر جایی که امضا کنه بعدش یوسفم چیزی نمیگه و تاییدش میکنه. ایگه پاره نگو. یوسف بجز ما به هیچ کسی دیگه دست زده نمیتونه. بیبی خاله، ما به خاطر یوسف زندگی کردیم. حالا فقط نفس میکشم. اگه اون نباشه واقعا میمارم. دخترم با گپات مرا جگرخون نساز. لطفاً قلب مرا از بیشتر آزار نده. درست از بیبی تو را پیش یوسف میبرم، اما تو بازم آماده هر نوع اتفاق باش. شاید به گفته خودت وقتی او تو را ببینه کل چیز تغییر کنه. تغییر میکنه. باز میبینی تغییر میکنه. درست است، اما تو از گپ ما سرکشی نمی کنی. کدام کار احمقانه انجام نمیتی، درست است؟ حمیده بر یک نفر موظف ساخته. او آدم هر جای پشت تو میگرده اما تو خبر نداری. گوش کن، نباید خدا به کسی نشان بدی. پیش یوسف خان خو به این وضعیت اصلا نمیری. وعده است؟ گفتم وعده است یا نه؟ پس اول تو برم وعده بده که مرا پیشش میبری. وعده است، تو را پیشش میبرم، اما باید عجله کنی. من دیگه توانی ندارم. درست است دخترم، اما حالا باید یک دفعه بالا برم. وقت مرا پیدا نکنن باز مشکوک خواهد شدم. دخترم لطفاً غذایت بخور. نمیخوایم خاله از اینجا ببریش. ضرر رساندن به شرکت کافی نبود که قصد جانم کردی. باید جزایت ببینی. لطفاً یوسف خان، هوا از ما بود. به شرف. یوسف، حوصله نیست محمد. خدا را شکر. خدایا شکرت، او را برم دوباره بخشیدی. خدایا شکر. یک چاره باید پیدا کنم. آخی آجنا بیشرف پست. در مورد تمام گپایت خبر شدم. چی شد آخی آجنا؟ احمق، هنوزم تیر خودم میاری این کار میکنی. نمیفهمم برای چی بگویم. تو چی میگی؟ من یه چیز نفهمیدم خیاجنا جان. همو دخترت که با کلگی مرده ثابت کرده بودی، یادت آمد؟ او حال پیشم است. فهمیدی؟ خدا را شکر. پس او پیش تو آمده ها؟ آدم پست. گپه ما گوش کن، چشمایت از او دور نکن. اگه کدام دیوانگی کنه باز همیده کل ما را از بین میبره. لعنت به تقدیر، لعنت به تقدیری که مرا بازم مجبور میسازه که با تو شریک شوم. بیبی
خیاج نه دهی کار بسیار پول است. تو کارهایی را که میگم انجام بده و عدمتون که نصفش به تو میتون. او پول کثیفته در جیبت بان. تو خو میفهمی که دهی مدت سر ما چی تیر شد. ها؟ بدونی که نفس بکشم با غمه از زادن هوا زندگی کردم. حالا گوش کو چی میگم. اگه برات کمک میکنم باز فقط به خاطر هوای مست فهمیدی؟ درست است. پس تو بگو که چی کنیم خیاج نه. ما او را تسلی میگم که پیش یوسف میبرمت. نصف شب او از قصر بیرون میکنم. هوا نباید اینجا باشه. اگه نه حمیده پیداش میکنه و از بین میبرش. بعدن تو اینجا بیا. او را به تو تسلیم میکنم. او را گرفته به یک جای امن ببر. درست است. کافی چشمایی تا از او دور نکنی. باقی شب هم مبان. منتظر خبر ما باش. انسان بی غیرت پست. وای خیاج نجان، آفرین به خدا. یعنی حمیده خانم هیچ وقت نخواد فهمید که هوا در خانه خودش است. پنار با مادرم چند بار زنگ زدم موبایلش جواب نمیده. لطفا میشه برش بگویی که تا موزشگاه هستم اما رسیم فیم درس میخوانم. درست است؟ درست است جانم، بسیار زود تشکر. منور آقا جلال، من فکر میکردم رفته باشین. ما فکر میکردم که تو رفتی، اما میبینم که از روز اول خودم میخوایی خسته بسازی. چطور؟ بله، دوسیه را که داده بودین مطالعه میکردم. همه قدر کافی است. دیگه شب فردا بان. ها، من حال خانه میرم. اگه خواسته باشی تو رو میرسونم. شما خدا به زحمت نسازین. درست است. پس برات یک تاکسی میخوایم. بیبی با عنوان رئیست برات میگم امروز کار تمام است. فهمیده شد؟ فهمیدم. او رمزی فریبکار کجاست؟ خانم وقتی همراه شما در موبایل گپ میزدم با مسئله کو هوش کنی نگویی که فرار کرده. خدا لعنتت کنه. تو چه قسم یک آدم بی مسئولیت هستی؟ کاملا یک آدم لوده هستی. او آدم چطور تو را فریب داد؟ خوب گوش کو که برات چی میگم. ما حمیده خانجی اغلو هستم. اگه تو ای کار تمام نکنی دنیا را سرت تاریک میسازم. او آدم و دخترش پیدا میکنی. گپ ما شنیدی؟ اگه نه از به دنیا آمدنت پشیمان خود شدی. حمیده؟ از کجا آمدی؟ از کجا میایم دیگه؟ از برای خدا یلماز خان خبر ندادم میرین. خدا جانم بگیره که از تشویش مردم. از پشتتان رفتم اما گمتان کردم. باز پس طرف خانه آمدم. همینجا پیاده میشم. تشکر بسیار زیاد. زنده باشی. بازم تشکر. منور؟ چندین بار براتون زنگ زدم اما جواب ندادین. امیال از غذا خوردن آمدین؟ نه خیر دخترم، از حوزه آمدیم. بالاخره او جونت احمق دستگیر کردن.
ای بسیار خوب، چشمای ما روشن. امام امروی دوستای مصرف درس خواندن بودم. حالا بیا که داخل بریم جانم. بیا دیگه بیا. یوسف خوب هستی؟ خوب هستم بالا، این آمدم. این دروغه با واقعیت مبادل ساخته. با خدا تو را میکشه هوا. تو میفهمی که رابطه یوسف و بادت چقدر پیش رفته؟ آفرین با پلیس ها بالاخره دستگیرش کردن. حال جزای خدا میبینه تا که آدم شوه. تو هم امشب با خیال راحت بخواب یوسف. انشالله کاکا. بنار بفرمایین خان صاحب. با ما یک نوشیدنی بیار. کم سرد باشه، درست است؟ همیالی میارم. نه خیر نیست. در اوکم نیست. خدا میفهمه کجا ماندیم. ها سلطانه، دوای خدا پیدا کرده نتونستم. تو پیدایش کو بیاریش. حالا ای چه قسم سیل کردن از ها؟ چطور؟ یعنی چی که چطور؟ چرا ای قسم چشمایی تا کشیدی؟ ای چی معنی داره؟ تو چیز را پنهان میکنی؟ هرگز. ای امام چقدر احمق است. سلطانه از ما چیزی را پنهان کردن نمیتونه. اما تو نیست. اگه چیز مهم باشه میایه و میگه. دوای ما پیدا کن. اوف. خیریت باشه خانم سلطانه، کجا بخیر؟ چرا چکر میزنی؟ گفتم پیش از خواب 4 طرف خانه را بررسی کنم. تو اینجا چی میکنی؟ خونه خوردی؟ داخل برو، ما اینا را میبرم. آتش ما سوزانه است. این سردی سرش تاثیر نداره، همه قسم خوب هستن. نوش جانت محمد بچم. زنده باشه. محمد خان. محمد خان.
اینجا خنک میخورین، بخیسین، داخل برین استراحت کنین. برو بان ماره. باش چی میگی دیوانه؟ من نگفتم منتظر خبر ما باش؟ گفتی کمانده که صبح شوه. تا حالا اونا خواب نشدن؟ دیگرها خواب شدن، اما یک احمق هنوزم بیدار است. خوب است، پس فردا میایم. ها، در تلویزیون اعلان بده که اینجا میایی. اگر نشد بر روزنامه اعلان بده که به قصر میایی. دانه تا بسته کن. در یک غار پد شو تا فردا شب منتظر خبر ما میباشی. فهمیدی چی گفتم؟ ما که به دزدی میبراییم، باز از طالع بعد ما شب مهتابی میشه. میفهمیدم. چرا این کار نکردی؟ خواهر بیدار ساختمت نه دختره؟ مهم نیست. کدام کار داشتی؟ راستش ما کلیدای خدا گم کردیم. هر جایی که پالیدم پیداش کردن نتانستم. باز آمدم که از تو بگیرم، اما
تو را از خواب بیدار کردم. آرام بخواب هنوز بسیار وقت است. وقت است. جمیله بخیز. جمیله بخیز، ساعت 7 بجه شده. بخیز. آی اوف. ای چه قسم دیوانه است. تمام شب در هوای سرد سپری کرده. آرام باش. بلیاس خدا آرام باش. سر تو چی گپ شده؟ چه باش؟ محمد بچم صبح بخیر. میخواین براتون قهوه بیارم؟ نه خیر، زنده باشی. این سگ چرا غال مغال داشت؟ من یک بار داخله ببینم. این بسیار بیادب است. دیروز یک پشک همونجا دیده بود. به نظرم بازم همون را دیده. فکر نکنم به خاطر پشک باشه. کلید اینجا را بیار که بازش کنم. آرام باش. چی گپ است؟ من پیر شده میرم به خدا. نمیفهمم کلیدار کجا مانده. فراموشم شده بچم. بعضا هم قسم میشه، مهم نیست. کلیده که یافتی یک بار بیبی. تشویش نکو بچم. یک بار که صبحانه را تیار کنم باز از دخترها پرسان میکنم. خدایا. بیدار شدی؟ مرا هیچ خواب نبرد. ای سگ لعنتی. امشب هیچ کس تا صبح به خواب نماند. کم مانده بود که محمد اینجا داخل شوه. اصرار داشت که در داخل کی است. به خاطر همین طور امشب از اینجا بیرون کردن نتونستم. مثل نوکری وال زندان تا صبح در بیرون ششته بود. به خدا دیدم تا صبح هیچ آرام نبود. چایت سرد نشه دخترم، بنوش.
حالا ای چی هست؟ ای چی هست؟ یوسف بیدار که شدم در اتاق نبودی. تو خوب هستی؟ خوابم نبرد، همینجا ششتم. آه خدا، فکر کردم شاید امشب راحت تر بخوابی به خاطر که جونت دستگیر شد. بادا دیگه نام او پس پیش من نگیرین، چرا درک نمیکنین؟ گفتم شاید سرگپای ما باور نکنی، به همین خاطری را آوردم تا که باور کنی. ای چطور برای یوسف رسیده؟ ای را نمیفهمم، سر سنگ قبرت مانده بود، از اونجا گرفتمش. میخواد تو را کاملا فراموش کنه، حتی نمیخواد تو را دیگه به یاد خود بیاره. دخترم دست تو را چی شده؟ چی کردی؟ چیزی نیست، مهم نیست. در وقت فرار اتا شده پاکش کردم، اما بازم خون آمد. دایی دختر مقبولم، چطور زخمی شدی؟ آی خدا. بگی دختر، میری بگی. بانیش زخم قلب مسی بیشتر از خاله جان. هوا جانم، با ای گپات مرام جگر خون میسازی. همگیشان فدا یک طور مویت شوند. دخترم گریه نکو، گریه نکو. به خاطر جگر خون ساختن تو نمیگم. قلبم آتش گرفته، آتش. به خاطری که نامم روی یک قبر نوشته شده جگر خون نیستم. قسم میخورم از او خاطر نیست. جگر خونیم به خاطر یوسف است. چرا تو کرد؟ او بدون من زندگی کردن نمیتونست. میفهمم کدام گپ شده. یک بار باید با او روبرو شوم و او را ببینم. باز وقت میفهمم که هنوزم دوستم داره، هنوزم پشتم دق شده یا نه. او را خود نمیفهمم، اما ما چطور تو را به یادش انداختم. خداوند مرا لعنت کنه. تمامش گناهم است، تمامش. قلبم آتش گرفته خاله، من میسوزم. اگه بعد از امروز یوسف طرفم سلام نکنه مهم نیست، اما میفهمی من از هر لحظه که با او سپری کردیم پشیمان نیستم. اما من بسیار پشیمان هستم. کاش که زبانم گنگ میشد، یوسف برات پیشنهاد نمیکردم. اما حالا خداوند تو را برم دوباره بخشید. حالا تو را از هر بلا، آفت و فریب، از هر چیز نجات میدم دخترم. یک دانم. Devo nasceriamo Tones. چی گپا چی؟ زیاد گپاس آقا رمزی، زیاد گپا. تو کجاستی؟ از دیروز تا حال 1000 بار برات زنگ زدیم. در کدام جهنم بودی؟ چرا موبایلت جواب نمیدادی؟ دلم نخواست که جواب بدم. از دستت چی میایه؟
میای آقا رمزی میای. میفهمی تو از بین رفتی. کسی که در تعقیبت هستی هر قسمی که باشه پیدایت میکنه. البته هر دویتون پیدا میکنه. با او دختر بگو که اوش کنه که خود در چشم ما نزنه. حتی اگر کوشش بیرون شدن هم بکنه باز از ما گله نداشته باشین. آمر صاحب، دیشب که پیشتان آمدم فراموش کردم که بگویم از شما یک خواهش کوچک دارم. بفرمانی الماس خان. تصاویری که مربوط تحقیقات مزرعه ما میشه به نظرم او پیش شما مانده. یک کاپیشه گرفتم میتونم آمر صاحب؟ البته که میتونین. راستی با او چی میکنین؟ یعنی خواستم یک کاپیش در آرشیف شرکت ما باشه. درست است الماس خان. یک کاپیشه در شرکت براتون ارسال میکنم. نه خیر، شما هیچ زحمت نکشین. خودم از پیشتان میگیرم. یک گلاس چایم با هم مینوشیم. روزتان خوش. صبح بخیر کاکا جان. صبح بخیر محمد. شنیدی نه؟ ها؟ بگه پایم باور نمیکردی حالا خودت شنیدی؟ باید چی کنم خاله؟ حالا چی کنم؟ از دیروز تا حال زندانیستم. از اینجا بیرون آمدن نمیتونم. حالا چی کنم؟ درست است دخترم، درست است. حال داره در یک جای امن میبرم. درست است. از یوسفم خود مواظبت میکنم. دیگه خدا مهربان است. حاله صبحانه میخورن یک بار میرم که مرا نپالن. چی میشه هگون چیز با خاله دختره. حالا بلند شو هوا جان. حالا دیگه صبح بخیر. کجا بودی حمیده؟ همگی منتظر تو بودن. الماس خان کار داشتم. به ناحق منتظر ماندین. خب امروز چی برنامه دارین اولادین؟ همه برنامه همه روز مادر با وظیفه میره. چرا ایره پرسیدین؟ بچیم امروز بسیار هوای مناسب است. روزای آخر تابستان است. میگم بادر گرفته همه ما با هم به مزرعه اسب‌ها بریم. مردم جان کنده کار کنن. شرکت ما در بحران است. ما خوشگذرانی کنیم ها. باید بیشتر زحمت بکشم تا بازم موفق شوم. اما به شما هیچ فرق نمیکنه. بعضا باید به خودم کمی وقت بدیم. گپای دیشب ما تمام نشده. با اجازه برم که وقت درسم شده. یلماز خان جان، میگم که دختر خودم میشناسم سرم قار میشین. حال ببین دخترم میره، حال مصروف درسای خود میشه و تمام کار و بار و ملاقات کاری را فراموش میکنه. خداوند ذهنت روشن بسازه دخترم. زنده باشین پدر جان. آی خدا لعنتش کنه. آی میبینین؟ بلیاز خدا بیبی بچیم که کار میته یا نه؟ چطور کار بته مادر؟ سر شاب چپه شد. به هر صورت مهم نیست. یکی دیگه میگیریم. آی نخیر جانم، من میخرم. مادر مهم نیست بانن دیگه. بچیم گناه ما بود، من خودم برات میخرم. خب درست است.
بگوین همه سیم کارت بندازن. درست است بچه، تو تشویش نکن. ای با خدا بسیار مماطر شدیم. دوست تو چی میکنی در اونجا؟ بیا اینجا پیشم بیا. بیا. ای تو را چی شده؟ از صبح تا حال سر صدا کردی ها؟ چرا قهر هستی؟ به خاطر که صبح بدون تو رفتم قهر شدی؟ میفهمم چه قسم دلت به دست بیارم. بیا که بریم. ما که چیزی بگوییم سر ما 50 رقم گپ میزنه. از وضعیت خود کاملا بیخبر است.
حال خوش شدی دوست؟ دوست چی شده؟ با هم رفتیم چکر زدیم، باز چرا گریه داری؟ اونجا چی را دیدی؟ دیدی دوست اینجا خوی چیزی نبود. بیا که بریم. بیا داخل برو. داخل برو. آفرین به تو. دیدی اونجا هیچ چیزی نبود. نمیفهم چرا قهر شدی. توبه توبه. نان چرب و خانت گرم است. با ادب باش دیگه. ما باید اول به شفاخانه برم بیادر. حتما نتیجه معاینات شکرم معلوم شده. ما هم زیاد وقت شده معاینه نکردیم حسن. دلم میشه همراهیت برم. محمد. بله. امروز خوب جلسه میایینه محمد. دفعه قبل هم نبودی. بله امروز در شرکت هستم، حتما میام. خودم میپوشم. من به خاطر دیدن همین روز زنده ماندم خدایا. یوسف وچیم تو باده برین، من در بازار کمی کار دارم. چی گپ است حمیده؟ منتظر کدام مهمان هستی؟ آی نخیر جانم، این گپ از کجا شد؟ اولادای خودم میدیدم. چشم خدا برا دختر بودی گفتم. حتما منتظری کسی هستی. نخیر جانم، تو کدام گپ نیست. حالا دیگه در کارت برکت یلماس خان. زنده باشی. مار کی میفهمه که از کدام سراخ میبره؟
سلطانه بفرمایید. از او رمزی دیوانه خبر داری یا نه؟ کجاست؟ چی میکنه؟ نمیفهمم. حالا کدام پیوندی همراهش ندارم. ها پس یک قسم است. خب فرق نمیکنه. تو یک بار برای زنگ بزن. بیبی که کجاست؟ چرا؟ در هر جهنمه که از باشم در پیش چشمایم میخوایم داتش بسوزه. اقدر ازش نفرت دارم. یک گپ برات بگویم. رابطه شما هر دو نفر هیچ مربوط من نمیشه، اما هر چی که برات گفتم انجام بده. یعنی زنگ بزن. حالا زود باش. گفتم زود باش. قبل از رفتن به شرکت قهوه بنوشیم؟ وقت نداریم بادا. امروز جلسه داریم. باید آمادگی بگیریم. ما هم یال زنگ میزنم که گزارش آماده بسازن. کدام مشکلی است؟ نه خیر. فکر کردم تلفنم پیشم است. فراموش کرده بودم. اگه میشه تو زنگ بزن. تو دیگه کسی را دوست داشته نمیتونی. دوباره پیدا کو ببر. بیا لطفا بیا مرا پیدا کو و از اینجا ببر. میبینین خانم بسیار زنگ زدم اما جواب نمیده. تو به زنگ زدن خود ادامه بدی. چه گپ است که آشنا؟ تو که میخواستی شام زنگ بزنی. ها رمزی کجاستی؟ قسمی که گفته بودی در کار پد شده. منتظر غروب آفتاب هستم. خوب کردی. برو دیگه خدافظ. اما زیاد دور نیستم که آشنا. پیش وادی عاشقا یک بازار از این ده اونجا هستم. گپ من گوش که آشنا. حقیقت بگو نه که حمیده هوا را پیدا کرده شد؟ نه خیر کدام گپ نیست. خواستم خبرت بگیرم. خب دیگه قطع میکنم. خدافظ. چقدر هوشیار است. میخوای مرا تحت نظر داشته باشه. من خب براتون گفته بودم که با دیدن دوست عسکری خود رفته.
مطمئن هستی که برات راست گفت؟ آدم کلان چرا دروغ بگویه خانم حمیده؟ آی سلطانه، ذره ذره وجودی ای آدم دروغ میگه. در زندگی راست نگفته. چطور برات دروغ نمیگه؟ راست میگین؟ مام خب به همین خاطر ازش دوری میکنم خانم. اما ای که شما او را میپالین باز حتما کدام گپ است. خیرت باشه. اوه بسیار خوب. یعنی حاله در این خانه مقامای ما تغییر کرده ها؟ یعنی تو سوال میپرسی و ما هم جواب میتم همه ترس؟ گوش که سلطانه، از این بیشتر مرا عصبانی نساز. گم شو از پیش چشمم. آدم از گپ زدن پشیمان میسازی. بسیار زیاد تشکر میکنم آمر صاحب. شما را بسیار به زحمت ساختم. ما در شرکت خود موضوع آرشیو سازی را بسیار ارزش میدیم. چون این سیدی ها مربوط شرکت ما میشه، به او خاطر خواستم ازتان بگیرم. میفهمم. البته که شما حق با جانب هستین. از این بیشتر وقت شما را نمیگیرم. فعلا به اجازهتان. یگان وقت خبر ما را بگیرین یا الماس خان. انشالله. داخل بیا. آمر صاحب آقا محمد آمده. محمد؟ روز بخیر آمر صاحب. بفرمایید محمد خان. آمر صاحب آقا محمد میخوای جونیت ببینه. تو چرا میخوای او به شرف ببینی بچه؟ امرای او به شرف کار داشتم کاکا جان. من باعث شدم که به خانوادیم نزدیک شوم. حال بسیار شرمنده هستم. محمد خان، راست شما در این موضوع حق با جانب هستین، درک میکنم، اما تشویش نکنین. ما وظیفه خود انجام میتیم. اظهارات شا گرفته میریم. یک بار مسئله روشن شود باز شما را در جریان میمانیم. و کار شما شک نداریم آمر صاحب. محمد بریم. بی از زیاد وقتشو نگرفتیم. روزتان بخیر. روز شما بخیر. تو نرو بچیم. شما چرا اینجا آمدین کاکا جان؟ به خاطر آمدم که دیشب از آمر صاحب تشکری نکردیم بچیم. گفتم قبل از رفتن به شرکت یک بار بیاییم. نتانستم پیداش کنم یعنی چی؟ ای دو نفر در سراخ موش در آمدن چطور؟ خداوند جزای همه تانه بده انشالله. هر جایی که با فکر میایم میبینم خانم حمیده. مطمئن هستم. حتما بی جای میگردی. گپ ما گوش کن. همیال پیش دروازه شرکت میری. چشمای خود از دروازه دور نمی کنی. یگانه هدف او دختر رسیدن به یوسف است. اگر در اطراف شرکت دیدیش چیزی که لازم است انجام بدی. بچه‌شم خانم. متاسفانه فروش محصولات روز به روز کاهش پیدا میکنه. اگه شما همراه من موافق باشین یک گزارش آماده میکنیم. بودجه شرکت به طور عمومی محاسبه میکنیم و باز تصمیم میگیریم. نظرت چیست یوسف؟ موافق هستی که محاسبه را شروع کنیم؟ یوسف؟ چیزی گفتی؟ خوب هستی؟ ما یک کار ضروری دارم. شما ادامه بدید. پس درست است. شما کارتان را شروع کنین. میبخشین. خواهش میکنم. با غذا خوردن میری؟ بله راستش میخوایم یک بار برم رستوران تا ببینم. اما طرف از بله ما میخوایم که به همون رستوران برم. غذایش بسیار نیست. اما ای که همیشه تنها برم زیاد لذت بخش نیست. چی کنم دیگه مجبوری است. باید تحمل کنم. شاید امروز بخوایی مرا تا او رستوران همراهی کنی. درست است. بسیار زیاد تشکر. مادر؟ باده جان
خوش آمدین. یوسف کجاست؟ پیشتر برآمد رفت. دفعتاً در جریان جلسه گفت که کار دارم و رفت. یعنی چی که کار داره و رفته؟ به تو نگفت که کجا میره؟ نه خیر نگفت. اما شما چرا قدر به تشویش شدین؟ آی مربان لطفاً دخترم، تو یک بار به شوهرت زنگ بزن، بپرس که کجاست و همراهی کی است. اما موبایلش خراب است، چه قسم زنگ بزنم؟ وقت تو گفتی دفعتاً جلسه را ترک کرده رفت، باز کمی پریشان شدم. اولاد از دیگه به تشویشش شدم. شاید کمی فشارم پایین شده باشه. کمی آب برم بیار باده جان لطفاً. خوب هستین؟ خوب هستم دخترم. راستش مام باید در مورد بعضی چیزها همراهتان گپ بزنم مادر جان. خیرت باشه دخترم. یوسف باز کدام چیزی شده؟ با خودم فکر میکردم که کل چیز خوب شده و زندگی ما عادی شده، اما غلط فکر میکردم. طرفم سهل میکنه اما مثل که مرا نمیبینه. شما میفهمین که او را چی شده؟ کاش یک بار او تمثیلاش میدیدی. در تمثیل بسیار مهارت داره دخترم. او یک بازیگر بسیار خوب است، بسیار یک بازیگر خوب. بیبی همینجا جای نشانی باشه. او به قصد سر موبایلش انداخت به خاطر که نمیخواست تو رو پیدا کنه دخترم. ما کسی هستم که او میخواه برای همیشه از بین برم خاله. حالا که از فرارم خبر شده بر نابودیم یک لحظه دریغ نمیکنه. کدام کسی آمد؟ کی است؟ بچم خاله میخوایم همراهت گپ بزنم. دکتر گفته بود که شاید دوباره دچار افسردگی شوه، اما من گفتم شاید خوب شوه، نخواستم گپایش باور کنم. حالا چی کنم؟ به دکترش زنگ بزنم؟ به خدا مام نمیفهمم دخترم، به خدا نمیفهمم. باده بی از او تو حال از مام کده برش نزدیکتر هستی جانم. هر کاری که میخواین همو را بکنین. من دیگه مجال حرکت ندارم، برم حوصله نمانده. من پیش یلماز خان میرم. اگه بفهمه که به شرکت آمدیم و پیشش نرفتیم به خدا بسیار ازم خفه میشه. من همراهیتون کنم؟ نه خیر دخترم، من راه را دیدیم، بیگانه و نابلد خو نیستم. حالا جانم تو متوجه کار خود باش. هیچی از خاله. ای چله نامزدی
هوا نیست یوسف بچه؟ بله. از کجا پیداش کردی؟ از جیب کرتی. اما ما ایره نمانده. از شما میپرسم شاید بفهمید. نمیفهمم. شاید از وقت مونده باشی و حال یادت رفته باشه بچه. ازت خواهش میکنم مرای خطر عذاب نتی. نمیخواین که اول فراموش کنم نه؟ ای که او را فراموش کرده به زندگی ادامه میتم سرم قهر هستین. ای را خوب میفهمم. اما ناق گناه مرا میگیره. لازم نیست که شما کار انجام بدید. ما او را فراموش کردن نمیتونم. امتحان میکنم، میخوایم از ذهنم بیرونش کنم، اما واقعا نمیتونم. نامش در قلب ما نوشته شده. هر کاری که کرده باشه فراموشش نمیکنم. از این بیشتر قلب ما آزار نده. احمق تو چرا؟ متوجه نیستی؟ از او دروازه‌ای که تو مراقبت میکنی چند دقیقه پیش بچیم برآمده رفته، تو خبر نداری؟ آدم بی‌لیاقت. به خاطر این بی‌لیاقتی تو من چرا باید ضرر ببینم؟ اگه او دختر آمده باشه چی کنیم؟ جواب ما بتینی؟ اگه بچیم امروز یک جای باشه چی؟ مرا ببخشید. نمیخواستم این قسم شوه. گوش کو چی میگم. تو مجبور هستی که این کار تمام کنی. گپم شنیدی؟ اگه لازم باشه در دروازه قصر یک نفر معذف کو. حتی اگه لازم باشه یک نفر در پشت یوسف بنداز. من ضرورت دارم بفهمم که بچیم کجا میره و چی میکنه. با ما دانه دانه گزارش میدی. اگه برعکس این قضیه اتفاق بیفته، اگه او دختر خیسته پیش بچیم بیایه و او را از خود کنه، به خدا قسم میخورم که روز تا روز سگ جور میکنم. گپم شنیدی؟ احمق بی‌لیاقت. خانم نگفتین که باید کجا بریم؟ مقصد برو بچیم برو. همه قسم مستقیم برو دیگه. ایت باور نمیکردم که پیش بردن بازاریابی اینقدر مشکل باشه. خانواده‌ات نمیفهمه که همراهی به کار میکنی همتون نیست. بعدم وقت همراهی بدرت کار شروع کرده بود از ما پت کرده بود. او وقت او را درک کرده نتونستم، اما حال تو را بسیار خوب درک میکنم. تو به خاطر خودت دنباله او چیزایی میری که برشان باور داری و میخوایی اونا را به دست بیاری و موفق میشی. فکر میکنم که در حق باده ظلم کردم. حالا وقتی که به گذشته میبینم باز واقعا خودم مقصر فکر میکنم. بالای دخترم بسیار فشار آوردیم. با چقدر نامنصفانه رویه کردیم. پشیمان هستم. میفهمی؟ ما و او غیر از اینکه پدر و دختر بودیم با هم دوستان بودیم. واقعا؟ بله.
غیر قابل باور است برات نه؟ تو خودت شاهده اکثر گفتگوهای ما بودی، اما دوایل قسم نبودیم. با هم نشسته و از گذشته ها با هم درد دل میکنیم، حرف میزنیم، اسب سواری میکنیم، با هم مسابقه اسب سواری میدادیم. اما حالا از هم دور شدیم. به خاطر اشتباهات ما بوده. کاملا با هم دیگه بیگانه شدیم. خودتان اینقدر مقصر فکر نکنین. از یک دزد هیچ وقت صدا بلند نمیشه. به هر صورت این مسئله تلخ بسته میکنیم. اما تو هم دیگه باید فراموش کنی. همیشه همه قسم بخند. با لبخند بسیار مقبول معلوم میشی. خب چی شد؟ کجا رفته بودی خاله؟ هرچی که برد بگویم بفاید از بازام. دم و گپ خود شلستی همه تو نیست؟ خوب است. خوب است بیبی که اینجا چی است؟ بگیره. بگی اینه بگی برو ده حولی به خود قبر بکن و آماده شو که حمیده تو را از بین ببره دخترم. معلوم است که چی میگی؟ این چی است؟ ها این چی است؟ یوسف تو را از همین خاطر خواسته بود اما تو نیست؟ در مورد چی گپ زدین؟ او برای چی گفت؟ بگو بلیاس خدا. لطفاً نامزادیت از بین نرفت؟ ها؟ ای چلره چاره خواستی ده زبالدانی اتاق یوسف خان بندازی جواب بده. ده زبالدانی؟ دختر خدا ده کوچه اصلا چپ نزن. بیزو حوصله ندارم. اگر نه خودم ده همینجا قبرت خود کندم. مایره ده جیبش مانده بودم. توبه بیبی هنوزم میگه ده جیبش مانده بودم. دختر تو با کدام جرأت داخل اتاق شدی؟ جارت بر ارزش نداره ها؟ نخری هیچ ارزشی نداره. کی را ده زبالدانی انداخته؟ خب کی؟ معلوم دار است. دیگه کی مندازه؟ یوسف. دروغ است. تو دروغ میگی. اما من میفهمم خاله. تو میترسی که من و یوسف هم دیگره ببینیم، اما تو نیست. فقط از همین خاطر برم دروغ میگی. به خاطر که او را در قلبم از بین ببری ای کارم میکنی نه؟ اما ای کار نکو خاله. ای کار نکو، خواهش میکنم. من او را بسیار دوست دارم. از جان مام کردم بیشتر دوستش دارم. تو چرا این گپ نمیفهمی؟ واقعا؟ پس برو بالا برو.
پیشش برو بپرس، باز میفهمی که دروغ میگه و کی راست میگه، باز وقت کل چیزا میفهمی. تو چرا امرای می قسم میکنی ها؟ اگه از من نفرت کنه تو دایی من چی بدست میاری؟ ها؟ تو چی بدست میاری خاله؟ هوا جان. هوا چی خاله؟ هوا جان بیبی یک بار فکر کن. درست است. فرض کنم که پیش یوسف رفتی و گفتی که من نمردیم، گفتی که مقصر تمام اتفاقات مادرت است. این همه دست سارا او به ما طرح کرده بود، هر دوی ما را او نابود کرد. باز فکر میکنی چی میکنه؟ فکر میکنی همون دقیقه خانمش طلاق میته و مادرش به زندان روان میکنه؟ همه تو میکنه؟ بگو. یوسف به گپای ما باور میکنه. اگه به گپایم گوشم نکنه کلید قلبش پیش ماست خاله، میفهمی؟ پیش ماست، پیش ماست. هوا لطفا نگو، لطفا دخترم بیبی. تنها جانب این قضیه جدا شدنه، شما از هم دیگه نیست. درست است. فرض کنم که مردنت غلط به اثبات رسید، اما با این کار تمام جرمای او حمیده شیطان برملا میشه. با چی خود شد؟ فرض کن که یوسف عادلانه رویه کرده، مادرش به زندان فرستاد. یورمزخانی اجازه را برش میده؟ میمونه که آبروش از بین بره؟ در یک لحظه تمام گناهش میپوشانه. آسان نیست، با خدا آسان نیست. اینا خانجی اغلوها هستن دختری. تو مرا با یک پف چپه میکنن به خاطری که اجدادشان بدنام نشه. حتی دست خدا با خون مردم آلوده میکنن. اگه یادت باشه گپا را قبلا هم برات گفتیم. حالا درکم کردی یا نه؟ کلیده به ما بده. گفتم کلیده به ما بده. در داخل او کوزه است. خوب است. منتظر ما باش. شام آمده. تو را از اینجا بیرون میکنم. بعد از او باز خداوند مهربان است. یک چاره پیدا خود کردیم. آی این سردردی مرا میکشه. اوه دست ما بیخی خواب برده. فشارم زیاد پایین شده. 110 بر 70 است. خانم حمیده خوب هستی؟ پنار گفت که صحتت خوب نیست. آی کم فشارم پایین شده یلماز خان، اما ای خو گپه همیشه گیز. حتما بازم کدام چیزی ناراحتت ساخته؟ هیچ نپرس بلیاز خدا. بعد از این همه اتفاقات ای که این قلب عملیاتیم چطور دوام میاره خودم هم تعجب میکنم. کاملا حیران موندی. چی گپ است؟ تو از خود کاروبار نداری؟ حالا برو به کارت برس، اینجا استاد نشو. ای چی از دختر؟ از زبالدانی اتاق یوسف خان پیدا کردم. تابلت های ضد بارداری است. تو از کجا میفهمی که تابلت های ضد بارداری است؟ مام یک وقت از همین تابلت ها استفاده میکردم، از همین خاطر میفهمم. شاید اشتباها در زبالدانی افتاده باشه. زیاد گپ نزن دختر. برو غذا را آماده که حالا. چرا برام زنگ زدی؟ ها؟ نگفتم تا که من زنگ نزدم زنگ نزنی چی شده؟ آخی آجنه هرچی زودتری کار خلاص کو. به خدا تکلیف قلبی پیدا خواد کردم. آرام باش رمزی. پیش از انجام دادن خرابکاری باید متوجه چیزا می بودی، همه تو نیست؟ حالا که عجولانه رفتار کردی
باز منتظر عواقبش باش. این کار تمام خواهد شد، دیگه مزاحم من نشو. بیا دوست بیا. بیا. این حسرات چطور تحمل کنم دوست؟ چهرش چطور از ذهنم پاک کنم؟ یوسف یوسف این درد خلاص میشن؟ ما بدون او چطور زندگی کنم؟ با هم درد دل میکنین. دوست هم درد خوبی است. از خوردش تا به حال بهترین دوست ما بوده. واقعا همین قسم است. دوست همراه یوسف خان دوست شدی؟ ما داخل میرم یلماس. تو تمام وجودم هستی، تمام زندگیم. تنها دلیل نفسایم تو هستی، فقط تو هستی یوسف. تو تمام چیزم هستی. خوش آمدی عزیزم. خانم باده، این دخترها پیدا کردن از بالادانی. شاید از پیشتان افتیده باشن. نه خیر، یوسف خواست که بندازمش. نمیخواه که دیگه استفاده کنم. دست و بالادانی بندازش. یوسف؟
تو خوب هستی؟ یوسف، من بدون پرسیدن از تو یک کار کردم. تو وقتی این قسم از من دوری میکنی من راه خود گم میکنم. هرچی میکنم نمیتونم به تو برسم یوسف. باز به خاطر هر دوی ما بسیار میترسم. به همین دلیل پیش یک روانشناس رفتم. میفهمم که ناراحت میشی، میگی ضرور نیست، اما لطفاً یک بار امتحان کنیم، شاید برات مفید باشه. غذای تا آوردم دختریم. حالا جانم پیش از اینکه سرچاو بخو. دلم نمیشه. خب درست است. تو بهترین کارا میکنی. هیچ چیزی نخوا و هیچ چیزی ننوش. مردم از این کارت بسیار خوش میشن. یک دوست داری و 1000 دشمن. بیبی ایره باده خانم با دخترها داده که او طرف بندازن. یوسف برش گفته که دیگه از اینا استفاده نکن تا صاحب طفل شویم. ما بر دیگه چی بگویم ها؟ یوسف جان، تو را چی شده یک دانیم؟ بسیار جگرخون هستی. نه خیر. میفهمی امروز به شرکت آمده بودم، خواستم تو را گرفته و غذا خوردن بریم، اما تو بر آمده بودی. حتما کار مهمی داشتی. جانم، تو کدام مشکل داری؟ حالا به مادرت بگو، شاید بتونم کمکت کنم. میخوایم کمی تنها باشم مادر. درست است. درست است یک دانی. منور، پیش بیادرت نرو. چرا؟ ناراحت است، میخواید تنها باشه. مادر، میشه با هم گپ بزنیم؟ یک دانیم. بعداً باز گپ بزنیم، درست است؟ با خدا بسیار خسته هستم.
بادا خانم میره و دختر را داده به خاطر که رو طرف بندازن. یوسف فرش گفته کنار دیگه استفاده نکن تا صاحب طفل شوی. یوسف همراهیم وعده کن هر اتفاقی که افتید از هم جدا نشی. هر چیزی که شد با هم باشی. درست است. قلب من فقط از تو خالی بود. همگی خوابیدن. تا نیم ساعت دیگه بیرون میشیم. تو هم حرکت کو دیگه. درست است؟ حالا دیگه درست است. سلام. سلام، خوش آمدین. میشه یک نوشیدنی سرد برام بدین؟ درست است. باقیش از خودت. زنده باشین. اگه بمارم هم در کسیش نیستم هوا رو نیم را نمیمونم. کجا فرار میکنی احمق؟ لباس جمیله را برداردیم بگیره بپوش. او چطور پس آمد خاله؟ حالی گپا را بان خاموش باش. درست است؟ فعلا همگی خوابیدن. نباید سر صدا کنیم. فهمیدی؟ زود شو اونها را بپوش.
احمق لعنتی. حالی آن وقت همین کار بود. دوست چه گپ است؟ چه شده؟ ها؟ چه گپ است؟ خدایا
درست است. گپ ما گوش کن. کجاستی؟ چرا برام زنگ نمیزنی؟ با رمزی بسیار نزدیک هستم خانم امیده. چند دقیقه بعد به چنگم است. او دیوانه در کجا بود؟ در بازار پشت سر وادی حیات بود خانم. گفتی بازار؟ توبه توبه. حال او دیوانه آزادانه در بازار چکر میزنه تا این حد جرأت پیدا کرده؟ همیال پیشوری موترش قید میکنم. فکر کنین در چنگم است. با خانه تابستانی که بردمش براتون خبر میتونم. گوش کو چی میگم. اگه ای بارم از چنگت فرار کرد باز خوب میفهمی که عاقبتت چی میشه. یولماس خان سلطانه تو اینجا چی میکنی؟ خوابم نبرد. چی کنم دیگه؟ رفتم با آشپزخانه، باز خواستم یک چند دقیقه در تخبام بشینم. خوب است. مرام امشب خواب نمیبرم. کم از که از سردردی بمرم. فشارم بالا رفته، سرم بسیار گنگس است. تو برو کم آب برم بیار، دوایمان بیار. شما با دوا خوردن عادت کردین، تا که دوا نخورین سر حال بودن نمیتونین خانم. بالیاز خدا سلطانه، این قسم استاد نشو برو دوای ما بیار. ما میرم که آلی فشار بگیرم. در اتاق مطالعه مونده بودی، شما تو نیست؟ خانم شما خود خسته نسازین. بیاین در تخبام هوا تازه بگیرین، هر چی که ضرورت داشته باشین ما براتون میارم. توبه ما تا میال در تخبام بودم سلطانه. بیرون هوا سرد است، بسیار سرد است. یخم زد. زمستان آیسته آیسته سردی خود به مردم نشان میده. باش که پشت آلی فشار برم. خانم حمیده
ببینین بخیر رنگتان پریده، خدا نخواسته مریض نشین. باز وقت ما چی کنیم؟ آی توجگی؟ حق با تو سلطانه. با خدا ما احساس کردم سرم هم گنگس است هم درد میکنه. میفهمم فشارم با آسمان رسیده. پس در این حالت استاد شدن برتان خوب نیست. برین استراحت کنین، هر چی که بخواین من برتان میارم. تو هیچ گپ مرا نمیفهمی. اگه در اتاق برم یلماز خان بیدار میشه. برو عالی فشار بیار. من همینجا میشینم. همینجا فشارم بیبی. آی به خدا تو را کدام چیز شده سلطانه؟ من اینجا از سردردی جان کنده میرم، تو بتوار بالای سرم استاد هستی و سیل میکنی. خوب درست است. من همیال میرم از اتاق. آله فشار گرفته میارم خانم حمیده. آی سلطانه تو اعصابت از دست دادی. با این صدای بلندت کلگی رو بیدار خود کردی. درست است. درست است. من همیال میارم. او من میرم. آله فشار گرفته میارم. تو با خدای ای زنه چی شده؟ پیدا کردی؟ سلطانه پیدا کردم. خدای شکر بخیر گذشت. آی آفرین به خدا، آفرین به تو. خانم حمیده بسیار میبخشین، آب دستم بود، نخواستم چپه شوه. بفرمایین. شما در این نصف شب چی میکنین؟ میبخشین یوسف بچیم میفهمی فشارم بسیار بالا رفته. سلطانه را گفتم برم آب و دوای ما بیاره. میبخشی که از خواب بیدارت کردیم. خدا نجات بده. آفرینم زی دیوانه، در آنندگی به جور هستی. بچه